سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ تصمیم میکنم ویلاگ بگیرم چون دارم فردا میرم دبی و الان ساعت 12 رو به شبه. فردا ساعت 11 بعد فرودگاه باشم، 2:30 پروازم به 2:30 بعد از ظهر. و اینکه فردا که برم دبی تا 5 شنبه هستم، بعد میرم ایران. صبح که پاشم دیگه ویلاگ دیگه صبح نخوردم ویلاگ رو شروع میکنم تا که دوباره برگردم کانادا. وسایل هم جمعه، فقط نتونستم از وسایل جمع کنم میگم چون اتاقم خیلی اختلاف شد. تا فردا رسیدیم فرودگاه، بریم که بریم مثل پرواز اماراتی بریم سمت دبی. بچه ما دامی گیت اماراتی داریم برای که تحویل دادیم رفتیم اونور سالن بعد پاسورد چک دوباره ویدیو میگیرن. خب بچه بالاخره بعد این همه سختی بارا رو تحویل دادیم و اومدیم نانجا رو پیدا کردیم و الان که اماراتیم. بعدش که بیم هواپیما شدیم ویدیو میگیرن. بچه اینم از من و بارا و کریانم و اینم از رستوران برانی و ایناست. نشستیم جامونه و اینکه حدوداً فکرم 45 دقیقه تا 50 دقیقه دیگه صدامون بزن بریم تو هواپیما. وقتی سوارشیم دوباره ویدیو میگیرم. بچه اینم من و مامانم دیگه راگیر شدیم و اینکه سالاد شیرازی سالاد مورد علاقه من بریم بشینش من چه داره غذاهاشون هست واقعا حق نداره. دورت نیستی تاویز یا این هم مدتنی هرکی خواست برداره و الان هم بودن ساعتی 1:20 است و پروازمون 2:30 بکنم. گفتم چند دقیقه بیستم میکنم که بریم سوار شیم. خب بریم که هم دورت نیستی برداریم و به نظرم باید نیستی که هم شیارم داشته باشم رنگ داریم بریم بذاریم یه سندویچ. خواهی آب بردم مثل خودم بریم که لانج رو بهتون نشون بکنم. بحثه دور بینم کسیفه یه دقیقه باید تمیز کنم ببخشید. خب بیشتر لانج رو بهتون نشون بدم ببینیم. من دیگه ویدیو رو الان حتما برام یه چیزی بخورم چون خیلی گرسنمه و اینکه چند دقیقه دیگه هم تموم میکنم. بعدش هیچی مفهوم بیرون از درجم شروع کنم هواپیما دوباره ادامه رو میدیم. سلام both sides, yeah. خب بچه ما نشستیم تو هواپیما. فکر کنم یه حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت دیگه بپریم دیگه. وسایل هم گذاشتم بالا، کولم اینجاست دیگه. فکر کنم 20 دقیقه دیگه بپریم دیگه. وقتی پریدیم هم مثلا ویدیو میگیرم داخل هواپیما رو نشونتون میدم وقتی که کمر بنده باشه علامتش.
مرسی که لایک میکنید سابسکرایب میکنید. بچه این مسیحن که زده دبی به تورنتو 11,093 کیلومتر راهه و اینکه التیتودمون 172 متر خواهد بود و اینکه لوکال تایم یعنی ساعت اینجا 2:42 دقیقه است و ساعت دبی 10:42 دقیقه شبه. حالا این هم من خیلی هی ساعتش هی ایرانی میشه نوشتهاش هی خارجی یعنی دبی تورنتو. اینجا هم جاهای مختلفی کردم درشیم مثلی که ما داریم بهش میریم و نشون میده. این هم از این و اینکه این دیگه ببینم اینجا هم که برین توی انترتینمنت های اینجا که برین اینجا ها بازی هاشه که حالا خیلی بازی داره. حالا اینا رو بگم این که یعنی کل بازی داره از حالا لتر A تا زدش. تریویا گیم بازی فکری که خیلی مثلا چالنجینگه. مود کنترلر یعنی فقط با مثلا کنترل بازی میشه و اینکه مثلا بالا پایین نشون. اسپورت گیم که همون بازی اسپورت. پازل گیم معنیش نیست که پازله ولی شبیه پازل بازی ساخته میشه و که دیگه این بازی که فقط واسه بچه هاست. مولتی پلیر گیمز و بازیایی که مختلفه یعنی هم شطرنج هم تخت است هم پازله. کارت گیم فقط مثلا بازی مثل پاسور و ایناست. بورد گیم بازیای فکریه که چالنجینگ نیست ولی خب مثلا چالنجینگ مثلا حالا یکم فکر میکنم ولی تریویا فرقش اینه که مثلا این مرحله رو اگه ببازی مثلا بعد میگرده رو مرحله 1 ولی اینو اگه ببازی همینجور میری بالا نیازی نیست یهو برگرده بری 1. اکشن گیم هم که بازی جنگیه که مثلا معمولا مثل بزن و ایناست. بعد بریم بیرون از اینجا اودیو ایناست یعنی صدا و اینا. اینجا موزیک گوش میدیم. خبرهای دبی و اینا رو اینجا میتونیم ببینیم و تیوی هم اگه بزنین چیزای مختلف مثل بیلیان دراما که چیزای درامای خیلی خفنه، کمدی، تاریخ، نیچر، ورزش، این که اسپورت میشه ورزش و چیزای مختلفه دیگه خیلی چیزا داره و اینکه این از هوم و لایف استایل مثلا چیزی که لایف استایلشونه مثلا زندگی شخصیشونه میگه BBC هست. فیلم های مخصوص بچه ها و تینیجر ها هست. فیلم های هندی، عربی، پاکستانی و لینکدینی که راجبشون یاد بگیری هست. بچه ها این 5 تا از فیلم هایی که خودشون ریکامند کردن بهمون نظر دادن که ببینیم که چی هست. خب مایکل کیتن اگه اسمشون رو درست بگم یکی از بازیگراست فکر کنم. اینکه آوارد وینینگ یعنی برنده فیلم شده. این فیلم اسمش رو بذارم لو کاپیتانو فکر میکنم یا ایتالیایی باشه یا اسپانیایی نمیدونم مثلا نیستم ولی فکر میکنم این باحاله. حالا من خودم میبینم اگه باحاله بهتون میگم ببینید. اینم کلان اکسپلوریشن یعنی توضیحات راجع به ساوند افکت و ایناست. اینم که آهنگ از باب مرلیه، آهنگ وان لافش که واقعا فکر میکنم خیلی خوبه چون اسم این خانه رو شنیدم ولی حالا گوش میدم بهتون میگم اگه خوب بود شما هم گوش بدید. بچه من تو قسم فیلم اگه بهتون نشونم من دوباره ایرانی میگشم ولی خب نداشت ولی اینا کتگوری های مختلفش مثلا ورزش و چیزای تخیلی و این مثلا جنگ و اینا چیزای کلاسیک و ژانرهای مختلف داره. اینا مثلا موسیقی و آرت و ایناست. و اینکه بچه اینجا ایرانی داشت فیلم های فارسی و اینا ولی برداشتن من هنوز دلیلشو نمیدونم ولی 12-13 تا فیلم های خیلی خوب ایرانی داشت که متاسفانه برداشتن. میخواستم از اینا بگیرم ولی خب نیست دیگه.
مثل جهان با من برقص چهارشنبه جوی دختر شیرازی واقعا یادداشت خیلی خوبی داری، مثل که برداشتن حالا دیگه، ولی اشکال نداره. بچه من تو اینفورمیشن بزنیم میره تو اینفورمیشن و من تو today's flight یعنی اینکه پرواز امروزم شماره پروازم رو داره و اینکه 12 ساعت مونده برسم و اینکه 7095 مایل هنوز مونده برسیم یا همون 19700 کیلومتر میشه و اینکه الان ساعت 11:02 شب تو دبیه و ما 11 صبح به وقت دبی میرسیم. اینم از این دوربینشه که هواپیما نشون میده دوربینه رو و اینکه بذاریم بیاد اینه که میبینین که نشون میده همش ابره، چون هوا خیلی امروز ابریه شدیدن. اینم از این بچه این منیو غذاشه، بریم ببینیم که چیا داره. اینجا حالا کوکتل و اینا رو گفته و واین و اینا که میشن مشروب و اینا به ایناش کاری نداریم. میخوام غذا رو نشونتون بدم. این چیزای نهارشه، سوپ بروکلی داره، ترادیشنال عربیک میزی غذای عربیه، لابستر بگم خرچنگ و اینا دادن. گریل چیکن میشه یه نوع مرغ و اینکه دسرش سیبس و اینا غذای دریاییه و دیزرت هم چاکلت چری تورت یه نوع کیک شکلاتیه. سیزنال فروت میوه های فصلی، چیز بورد مثلا مثل چیزی که مثلا از این میابنده هست که مثلا فروت و مثلا میوه و آجیل و اینا رو قاطی میزن و اینکه اینجا چند چیزی که دیگه ایه که انتخاب میکنیم مثلا مثل سالمون، ماهی سالمون و اینا. دسرش هم وایت چاکلت چیز کیکه، یعنی که شکلات شیری که اینجا حالا بهش میگن وایت چاکلت یا میلک چاکلت فرق نمیکنه ولی وایت چاکلت چیز کیک اسمشه و اینکه واسه صبحانه‌اش هم که بریکفاست میشه غذای اصلیش مثلا املت، پنکیک و غذای هندی و این هم که غذایی که تو لانج میدن قبلش، یعنی تو خود فرودگاه خود هواپیما بهمون یه چیز مخصوص میده. اینم از اینم منیو بچه، اینم منیو فقط مشروب بشه. حالا من خودم اصلا علاقه ای ندارم به این چیزا ولی گفتم حالا نشونتون بدم. اینجا مثلا شامپاین داره که حالا بهتون میگم چیه. بایستین شامپاین یکی از معروف ترین نوعی مشروب دنیا هست که همه میشناسنش. وایت داره که یه نوع دیگه شه، بوینا ویستا فکر کنم یه چیز آمریکایی یا آمریکایی ایتالیاییه. کرانیولا تنوتا ست پونتی ونتی اونو از ایتالیه، اسمش هم کرانیولوه و این هم که شراب قرمزه، این از این واین قرمزه و این هم که پخت یه مشروب پرتغالیه. من که اصلا خودم علاقه ندارم ولی گفتم نشونتون بدم. بچه اینو خود پرواز بهمون داده، بریم واکنیم بریم چیه. من خودم واسه شکر شامپو مسواک کنی داده، اینم توش مسواک و سمیر دندونه و اینکه این چه آمام داده، رنگ دستمال داده و اینا مثلا این بله تو گوشه مثلا موقع پرواز درد نگیره و اینکه یه دونم چشم داده که مثلا نور و اینا که خاصی بخواد بزنی راحت باشه.
خب اینو ببندیم بریم یه چیز دیگه هم دادن هم واکنیم ببینیم چیه بزنیم اینا بازم چشمبند و دمپایی هم دادن. اینا هم یه هدسته که وصل میشه به این که آهنگ و اینا گوش بدیم. اینجا هم آب و اینا بازمون دیده. الان من میخوام خیلی حریزی میتونم مقبول کنم و برم گوش بدم اینجا رو. بچه این غذایی که من سفرشم سیبسته امیدوارم که خوشمزه باشه. حالا نخوردم تا حالا واقعا ولی خب و اینکه سالاد نون و اینا آب اینم سوز سالاده. مرسی. و اینکه بریم ببینیم چه چیزیه دیگه. بچه اسم این بازی هیدن آبجکتسه. به نظرم حتما بازی کنید هر وقت گردید، چون که این تو گوشی هم اینا میشه ریخت بازی کرد. خیلی بازی باحال. مثلا اینجا به چند تا چیز میدوید پیدا کنید تو اتاق. توی اتاقی خیلی هم آسونی شده، یعنی چند تا چیز زمینه شده ولی چند تا چیز خیلی سخته پیداش، خیلی باید بگردید. اگه بازی فکر می‌کنید حتما اینو بهتون پیشنهاد می‌کنم یه بازی کنید. بچه من باز مادم این باره اینجا ببینید این خیلی باحاله. من خیلی دوست دارم این میرم اینو ببینم که خیلی باحاله. کلا مثلا سالی که ما رو افتادیم معلوم داریم بریم دبی، جایی که نزدیکی راهمون از سایده به دبی هم بهمون نشون میده. خیلی باحاله دیگه. من دوست دارم بالا اینا رو. و میتونی اینجا بشینی از اینجا بیرون نگاه کنی و اینکه اگه وقتی عربنده نمیشه اطلاعی مثلا بپوشی اینجا داره. اگه نخوای بری اینجا مثلا صندلی اگه بخوای همینجا بشینی خیلی خوبه. بذار اینجا هم شیرینی ها بهتون شما کیک اسمارتیزا و پاستیلا میوه و شیرینی های زیدان دیگه اینا از این حالا دیگه ما یه 5 ساعت دیگه داریم تا برسیم. بازم براتون ویدیو میگیرم. بچه ها من از هواپیما پیاده شدم. من از گیت پاسپورت چکیم دارم باید بریم باران بگیریم. بعد از پاسپورت چک اصلا دوباره فیلم میگیرم. بچه ها اینجای ولاگ که رسیدم دبی داشته باشین چون خیلی طولانی میشه. اگه بخوام توی پارت 1 بقیه رو بزنم بقیه ولاگو پارت 2 ویدیو میذارم.